میخوایم کار با ورق موم عسل رو بهتون آموزش بدم. این ورقای موم عسل یه نوع پارافینه که به صورت ورقه‌ایه و رنگای خیلی زیادی توی بازار داره که با موم عسل ساخته شده و حالت دستگاهی به صورت ورقه‌ای در میاد و رنگای مختلفی داره. یه پیج عمده موم ورق عسل فروشش هست، بهتون معرفی میکنم که توی پیجش آموزشای کار با این مدل ورقه ها رو بهتون یاد میده و مدل های مختلفی میتونین باهاش درست کنین. حالا من یه نمونه مدل ساده میخوام بهتون آموزش بدم که رول کردنش و طرز استفادهش رو بدونین چطوره. باهاش خیلی شکل‌های مختلف میتونین درست کنین. این ورق من الان میخوام اندازه 8 سانت رو براتون در بیارم که کلا ببینید چطوری میتونین این ورقه ها رو برش بدین و اندازه گیری کنین و رولش کنین. من این ورق رو اندازه 8 سانت از این کنار با کاتر یه نشونه میذارم و از این قسمت هم 8 سانت، چون اگه یه مقدار اندازه‌اش بالا پایین باشه رولتون کج میشه. از این سمت هم اندازه 8 سانت با کاتر یه نشونه میذارم و اینو با خطکش صاف میبریم. ببین نشونه هایی که من گذاشتم یه دونه از بالا یه دونه از پایین که با خطکش میبریم و به شکل یه نوار در میاد. کار کردن با این ورقای موم عسل خیلی راحته و بعد فتیله و پای فتیله همونو که آماده کردیم میذاریم ابتدای ورقمون و یکم فتیله رو روی این ورق فیکس میکنیم. ورقایی که شما از بیرون میخرین میبینین که همینطور که میبینین خیلی انعطاف داره و خیلی راحت رول میشه. اگر تو فصل زمستون این ورقا رو تهیه کردین ممکنه یه مقدار خشک باشه. 1-2 ساعت تو دمای محیط خونه بذارین بمونه، اینطوری انعطاف داره و خیلی راحت میتونین باهاش کار کنین. حالا تو فصل زمستون ممکنه که یه مقدار این ورق خشک بشه، اما تو محیط خونه بذارین یه خورده نرم میشه و کار کردن باهاش خیلی راحته. من فتیلمو ابتدای نوار میذارم و یه خورده این ورق موم عسل رو روی فتیلم فشار میدم که فیکس بشه. بعد باید توجه داشته باشین که این رولو همینطوری مستقیم بیارین جلو و کج رول نکنین. پای فتیلمو من یه مقدار کشیدم بالا چون از پایین یه خورده زده بود بیرون. قشنگ فیکسش میکنم به پشت ورقم و همینطوری آروم و نگاه میکنم اول و آخر ورقم رو نگاه میکنم که صاف رول بشه. انگشتمون رو خیلی نباید روی ورق فشار بدیم چون ممکنه این بافتای ورق موم عسل از بین بره. خیلی آروم فشار میدیم و بالا پایین ورق رو نگاه میکنیم که صاف باشه. هر جاشو احساس کردین که یه مقدار کج شد میتونین باز کنین، دوباره صافتر رولش کنین. یه مقدار وقتی دارین رول میکنین با دست باید فشار بدین که این ورقه ها این رولا به همدیگه یه مقدار بچسبه، ولی خیلی نباید فشار بدین که این بافتش هم از بین بره. حالا من یه مقدار یه قسمتش یه خورده کج شد چون رو به دوربین دارم میگیرم، سعی کردم که رو به شما که ببینین رول کنم. میتونین بازش کنین دوباره رولش کنین.
این ورقه ها رو به اندازه های مختلف میتونین در بیارین. حالا یه سریا ورقه رو خیلی باریکتر میبرن توی وارمر میذارن، یه سریا همینطوری استفاده میکنن و برای گیفت هم خیلی مناسبه. ببینید سرش هم باید به همین صافی باشه، یعنی شما یه جوری باید رول کنین که سر و تهش هم صاف باشه و یه دست بیاد بالا. اگه پای فتیله استفاده کنیم بهتره، به خاطر اینکه به انتهای شم که میرسه این فتیله ایستایی بیشتری داره که تا آخر بسوزه، ولی میتونین پای فتیله هم نباشه، فتیله رو همینطوری بذارین و رول کنین. اما اگه پای فتیله باشه خیلی بهتره که این ورقه ها رو حالا به شکل‌های مختلف میتونین برش بزنین. حالا من میتونم ادامه همینو اگه بخواین قطر شمعتون بیشتر بشه، ادامه این ورق رو ببینید وقتی که ورقتون تموم شد یه کوچولو این خط آخر ورق رو میتونین با دستتون یه مقدار فشار بدین که کامل بچسبه به ورق این لبش. اما اگه خواستین قطر بیشتری داشته باشین میتونین یه برش دیگه به همین اندازه بدین که حالا بر من یه کوچولو بزرگتره. ببینید ابتدای ورق و انتهای این رولی که انجام دادیم میذاریم و با دست یکم فیکس میکنیم و دوباره همینو رول میکنیم و قطر بیشتری از شمع میتونین درست کنین و تا آخر همینو رول میکنین و قطر بیشتری دارین. این مدل شمع درست کردن خودش یه سبکه، شما کلا فقط میتونین حالا اگه با گاز نخواستین پارافین گرم کنین و شمع قالبی درست کنین، کلا همین یه مدل رو بخواین درست کنین رنگای خیلی متنوعی داره. همین یه مدل شمع شما کلا میتونین تولید کنین. حالا بستگی به اون کار کردن با پارافینای مختلف داره که خودتون ببینید کدوم سبک رو بیشتر دوست دارین. حالا یه سری کلا شمع قالبی رو کار میکنن، یه سری فقط با ورق موم عسل کار میکنن، یه سری شمع توی ظرفی رو بیشتر کار میکنن. شما باید با تمام متریالا کار کنین ببینید کدوم رو بیشتر دوست دارین، روی همون بیشتر مانور بدین. و حالا من اگه این ورق رو تا آخر ادامه بدم قطر این شمع بیشتر میشه. فقط خواستم این دوتا ورق رو به هم دیگه بچسبونم که کلا بدونین که اگه خواستین قطر این ورق رو بیشتر کنین به چه صورت. هم ته کارمون و فتیله هم اندازه 1 سانت از سر شمع قیچی میکنیم. من براتون خاطر قیچی کنم. ببین به این شکل.